بودند و هستند. داستان ما از اینجا شروع می شود. بهمن ماه سال 1259 خورشیدی زوج فرانسوی باستانشناس شهرشان را به مقصد ایران ترک می کنند. آنها به بهانه مطالعه آثار باستانی ایران و تحقیق در مورد معماری ساسانی و تأثیرش بر معماری اسلامی وارد ایران می شوند. شخصیت‌های اصلی داستان ما ژان دیالافوا و همسرش مارسل دیالافوا هستند. آنها از مسیر قفقاز وارد تبریز و سپس راهی تهران می شوند و از تهران به سمت جنوب و شیراز می روند و از شیراز راهی خوزستان و شوش می شوند. آنها متوجه تپه‌های باستانی شوش می شوند و فهمیده بودند زیر تپه‌های باستانی شوش گنجینه‌ای بزرگ پنهان شده است. آنها موضوع را به دولت فرانسه انتقال دادند و دربار فرانسه موضوع را با ناصرالدین شاه مطرح می کند که ناصرالدین شاه در ابتدا مخالفت می کند. اما زوج فرانسوی ناامید نمی شوند و موضوع را با ژوزف تولازان فرانسوی پزشک مخصوص ناصرالدین شاه مطرح می کنند. او نفوذ زیادی روی ناصرالدین شاه داشت. او ابتدا ناصرالدین شاه را به آثار باستانی علاقمند می کند و سپس موافقت شاه نادان ایران را که از ارزش واقعی این آثار بیخبر بود جلب می کند. ناصرالدین شاه به شرط تقسیم گنجها با شرایط دیالافوا موافقت می کند و مجوز حفاری در شوش صادر می شود. به دستور ناصرالدین شاه فرزندش ظل السلطان والی اصفهان مسئول نظارت بر کاوش آنها می شود. او که از ناصرالدین شاه نادانتر بود شخص دیگری به نام میرزا محسن مظفرالملک را مأمور این کار می کند و در 11 اسفند همان سال کاوش در شوش آغاز می شود. با گذشت روزها و انجام کاوشها رفته رفته گنجهای گرانبهای شوش از دل خاک پدیدار می شوند. آنها کاخهای داریوش بزرگ و اردشیر هخامنشی را کشف می کنند و آجرهای رنگی، شمشیرهای طلا، سکه و جواهرات سلطنتی را از دل خاک به بیرون می کشند و آثاری که چشم هر بیننده ای را به خود خیره می کند و این زوج فرانسوی را شگفت زده می کنند. کاوش ها تا خرداد ماه سال 1264 ادامه پیدا می کند و هر